الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه ذکر الله سبحانه و تعالی هست. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا انتهای ماه مبارک رمضان ماهی است که ما را تشویق میکنه، ما را ترغیب میده رو به طرف ذکر الله سبحانه و تعالی. همانطوری که انسان به غذا نیاز داره، یعنی به آب و به خوردنی و نوشیدنی ضرورت داره، روح انسان، جسم انسان نیاز به ذکر الله سبحانه و تعالی داره. الله سبحانه و تعالی میفرمایه فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم. الله به او عظمت و بزرگی، به او قدرت کامله، صاحب عرش و فرش، ذاتی که مالک همه شی، احکم الحاکمین، اعدل العادلین، او با او عظمت و بزرگی برای ما بندگان ضعیف میگه مرا یاد کنید، من شما را یاد میکنم. الله اکبر. این فضل الله هست، لطف الله هست، مهربانی الله هست که الله سبحانه و تعالی میگه ای بندگان من، اگر شما به طرف من بیایید و ارتباط برقرار کنید، من آماده هستم. شما بنده من هستید، من رب شما هستم، من خالق شما هستم. پس جای بس عظیم و بزرگ و نعمت عظیم و بزرگ ذکر الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون ذکر و ارتباط به ذاکرین، اهل ذکر، آیات زیاده و اشارات زیاده داره و میفرمایه والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. در ابتدای آیه وقتی الله اشاره میکنه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، در ادامه میفرمایه والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. این کسانی که دارای این صفت هستند که ذکر الله سبحانه و تعالی را دارن، چی زنن و چی مرد، ذاکرن، ذکر الله سبحانه و تعالی کام و زبانشان معطر به یاد الله هست. اعد الله لهم مغفرت و اجرا عظیما. الله میگه برای اینها آماده کردیم ما مغفرت و اجر و پاداش عظیم و بزرگی. کسی که ذاکر هست، الله سبحانه و تعالی در حدیث میفرماید، الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، الله سبحانه و تعالی میفرماید من در گمان بنده خود هستم و انا معه اذا ذکرنی، من همراهی او هستم تا زمانی که مرا یاد کنه. فان ذکرنی فی نفسی ذکرته، یاد میکنم او را فی نفسی، در نفس خود. چقدر مهمه. الله سبحانه و تعالی میگه من همراه تو هستم تا زمانی که تو در یاد من باشی.
و در ذکر من باشی. الله سبحانه و تعالی میگه وقت مرا در نزد خود یاد کردی، من تو را هم در نزد خود یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم. اگر مرا در یک ملأ، در یک جمع وصف مرا کردی، ذکر مرا نمودی، من تو را در ملأی که خیلی بهتر از آن هست و در ملأ ملائکه من تو را یاد میکنم. الله اکبر. ادامه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند و این تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. اگر به سوی من تو یک ذراع بیایی، یک گز به طرف من حرکت بکنی، من به طرف تو چند برابر می آیم. و این اتانی یمشی، اگر به طرف من قدم زده بیایی، اتیته هروله، من به طرف تو دویده می آیم. الله الله. یعنی رحمتم، فضلم شامل حال تو میشه. الله سبحانه و تعالی با او عظمت و بزرگی منتظر اینه که تو بنده دستان خود را بلند کنی به طرفش و تو ذکر الله سبحانه و تعالی را داشته باشی. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر می فرمایه الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط یاد خدا قلب ها را اطمینان می بخشه. هیچ چیزی تو را آرامش نمی دهد مگر یاد الله سبحانه و تعالی، مگر ذکر الله سبحانه و تعالی. نه قدرت تو را آرام میکنه، نه ثروت تو را آرام میکنه، نه موقف اجتماعی تو را آرام میکنه، نه پست و چوکی تو را آرام میکنه. فقط چیزی که تو را به آرامش میرسانه ذکر الله سبحانه و تعالی است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خیلی مهمه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا دخل الرجل بیته، وقتی شخص داخل شد داخل خانه خود، فذكر الله عند دخوله، وقت داخل شدن ذکر الله سبحانه و تعالی را کرد، گفت که بسم الله توکلت علی الله، داخل خانه شد. و عند طعامه، وقت طعام میخورد به ذکر الله سبحانه و تعالی بود، چه کار میشه؟ قال الشیطان لاصحابه، شیطان برای یاران خود، برای همصحبتان خود، برای شاگردان خود، شیطان که داخل این خانه شده بود برای اصحاب خود چی میگه؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، امشب جای شما اینجا نیست، طعام شما اینجا نیست. و اذا دخل فلم یذکر الله، اگر ذکر الله نشد در این خانه، ذکر الله صورت نگرفت عند دخوله، در وقت داخل شدن و در وقت طعام، قال الشیطان، شیطان چی میگه؟ اذا، در این هنگام، در این لحظه، میگه حالا دیگه ما دریافتیم، حالا دیگه درک کردیم، حالا چنان جایی را برای شب تیر کردن یافتیم که جای بهترتری نیست. برای اصحاب خود میگه حالا بیایید که این خانه خانه شماست. در خانه‌ای که ذکر الله نباشه اون خانه خانه شیطان هست، خانه اصحاب شیطان هست. در آن خانه خیر و برکت نیست، نه در طعامش، نه در شرابش، در تمام امور زندگی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که وقتی که در این خانه ذکر نشد، قال الشیطان ادرکتم المبیت اذا لم یذکر الله عند طعامه. در ادامه حدیث می فرماید ادرکتم المبیت والعشاء، ما جای خوبی برای شب تیر کردن و برای عشاء یافتیم، برای طعام خوردن یافتیم. در کاسه‌ای که در آن
کاسه ذکر الله نبود، در دسترخانی که در آن ذکر الله نبود، در آن دسترخان و به اون قاب و کاسه دست شیطان دراز هست. شیطان میآید در کنار انسان دست خود را دراز میکنه. شیطان میآید در کنار و در آن دسترخان آن چتلی هایی که داره در اون دسترخان میاندازه، اما انسان نمیدانه و غافله که از زیر دست شیطان نان میخوره، از آن چتلی های شیطان نان میخوره. پس بنان ذکر الله سبحانه و تعالی خیلی مهمه. ماه مبارک رمضان ماه ذکر هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. مثال بیان میکنن، مثال او کسی که ذکر الله را داره و مثال او کسی که ذکر الله را نداره مثل مرده و زنده هست. چقدر فرق بین مرده و زنده؟ زنده حرکت داره، میبینه، عقل و هوش و فکر داره، اما میت افتاده هست، دستش کار نمیکنه، چشمش کار نمیکنه، قلبش کار نمیکنه، جسمش کار نمیکنه. پس مسئله ذکر در زندگی انسان، در حیات انسان نقش مؤثر داره. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ذکر کنید، اذکروا الله. چقدر؟ ذکرا کثیرا، الله را زیاد یاد کنید. الله سبحانه و تعالی چقدر نعمت داده. ذکر الله تشکری از الله هست، سپاسگزاری از الله هست. پس بناهن هر کدام ما باید متوجه باشیم که ذکر، جایگاه ذکر، مجالس ذکر، در جایی که ذکر الله هست حفتهم الملائکه، اطراف اون حلقه را ملائکه میگیره. ملائکه پروردگار عالم میآیند در مجالس ذکر می نشینند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنند کان النبی صلی الله علیه و سلم یذکر الله، رسول معظم اسلام ذکر میکردن الله سبحانه و تعالی را علی کل احیایی، در تمام امور، در تمام زندگی. انسان باید ذاکر باشه، انسان باید به یاد الله سبحانه و تعالی باشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند سبعة، روز قیامت روزیه که سبعة یظلهم الله تعالی فی ظل یوم لا ظل الا ظله، در زیر سایه عرش پروردگار عالم، در آن روزی که هیچ سایه وجود نداره، 7 گروه در زیر سایه عرش الله سبحانه و تعالی در اونجا قرار دارن که یکی از اونها و رجل، مردی که ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، ذکر میکنه الله سبحانه و تعالی را، یاد میکنه الله سبحانه و تعالی را و اشک میریزه چشمانش که از ریا بدوره و خوف الله و خشیت الهی را در دل داره. پس ارتباط رمضان، ماه مبارک رمضان ماه ذکره. تلاوت قرآن ذکر هست، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود نماز ذکره، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. همه اینها عبادت الله سبحانه و تعالی همه ذکره. پس بناهن ما باید خود را به ذکر الله سبحانه و تعالی عادت بدیم تا اینکه جز ذاکرین باشیم، نه اینکه جز غافلین. هر قدر از ذکر ما فاصله گرفتیم، از یاد الله سبحانه و تعالی فاصله گرفتیم، میریم جز غافلین میشیم. غافلین چه کسانی هستند؟ الله سبحانه و تعالی به بدترین حالت اونها را مثال میزنه. اولئک الانعام بل هم اضل، ادامه میفرمای اولئک هم الغافلون. پس مسئله ذکر خیلی مسئله مهمی است. اگر اذکار و یا ذکر را بیاییم
انواع و یا نوع رو بیان بکنیم، خود ذکر به دو نوع هست. دو نوع اذکار داریم، دو نوع ذکر داریم. یک ذکر مطلقه هست و یک ذکر مقیده هست. مطلق و مقید. ذکر مقید که شده، اذکار صبح و شام، بعد از نماز صبح چی بخوان، بعد از نماز مغرب چی بخوان، اذکار صبح و شام، اینها ذکر مقید تعیین شده در وقتش. کدام دعا صبح خوانده بشه، اصبحنا و اصبح الملک لله. و همچنین اذکاری که در وقتی که غمی میآیه، مصیبتی میآیه، که تعیین شده از جانب شریعت مقدس اسلام. و همچنین اذکاری که تعیین شده از طرف شریعت بعد از نمازهای فرض، مقید شده، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه یا 34 مرتبه الله اکبر. بعد از نمازهای فرض، ذکری که تعیین شده، خواندن آیت الکرسی، همه مسائل دیگری که مرتبط میشه به اذکار صبح و شام و به اذکار بعد از نمازهای فرض، اینها ذکر مقید هست. اما ذکر مطلق 24 ساعت بگو سبحان الله، هر لحظه بگو الحمد لله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند، حدیث اخیر بخاری، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. به نزد الله محبوب هست، به زبان سبک هست، به ترازو سنگین هست. چی هست؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این ذکر مطلق هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی میگه سبحان الله، الله سبحانه تعالی در جنت یک درخت برای او غرس میکنه. الحمد لله، الله اکبر، سبوح قدوس رب الملائکه والروح. راه میری بگو سبحان الله، می نشینی بگو الحمد لله. در حال رانندگی هستی به ذکر الله باش. وقتی روی بستر خواب میری به ذکر الله باش. از خواب بیدار میشی به ذکر الله باش. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی انسانهای ذاکر رو دوست داره. انسانهای ذاکر محبوب الله سبحانه و تعالی هستند و شیطان متنفره و دور میشه از انسانهای ذاکر. پس در تمام امور ما باید به یاد الله سبحانه و تعالی باشیم. وقتی که غذا میخوریم بگیم بسم الله، وقتی آب می نوشیم بگیم بسم الله. در تمام امور، حتی در وقت جماع بگو بسم الله. به ذکر باش، به یاد الله سبحانه و تعالی باش. اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صبح و شام 24 ساعت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. حتی در بازار بیرون میشی، به دکان هستی، به ذکر الله باش، به یاد الله سبحانه و تعالی باش. لحظه ای که مشتری میآید با او حرف میزنی، مجردی مشتری رفت، کام و زبانت معطر به یاد الله باشه. بگو لا اله الا الله. افضل الذکر لا اله الا الله. بهترین ذکر تلاوت قرآن. پس بناهن در این فرصت عظیم و در این شبهای مبارک و در این روزهای مبارک، هر کدام ما باید متوجه باشیم به این که این ماه غفلت نیست، ماه خواب شدن زیاد نیست، ماه خوردن زیاد هم نیست. انسان زیاد بخوره کسالت پیدا میشه. کسالت پیدا شد انسان درست و صحیح نمیتونه عبادت الله سبحانه و تعالی داشته باشه. پس بناهن به تمام امور زندگی خود کوشش کنیم به یاد الله سبحانه و تعالی باشیم. چی نعمت عظیم و بزرگ. فذکرونی اذکرکم.
الله میفرماید شما مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه همیشه به یاد الله سبحانه و تعالی باشیم. کوشش کنیم اذکار ما، ذکر ما موافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.